روز اول مهر سال روز تولد استاد محمد رضا شجریانه و ما به خاطر تولد ایشون میخوایم با همدیگه تحقیقات علوم اعصاب رو بررسی کنیم و ببینیم چجوری گوش دادن به موسیقی میتونه روی مغزمون اثر بذاره و همچنین اینکه موسیقی چجوری میتونه به عنوان یک راهکار درمانی برای بهبودی اختلال افسردگی به همون کمک بکنه. سلام، من محمدم و خوش اومدین به ایما. شاید باورتون نشه وقتی که داریم آهنگ مورد علاقمون رو گوش میدیم دوپامین داره توی مغزمون آزاد میشه و دوپامین هم یک مولکولیه توی مغزمون که نقش انتقال دهنده عصبی و همچنین تعدیل کننده عصبی داره. یعنی روشی که سلول‌های عصبی مغزمون میتونن با همدیگه صحبت بکنن و تقریبا توی هر چیزی هم وجود داره، از رابطه عاشقانه و غذا خوردن گرفته تا وقتی که دارین آهنگ مورد علاقتون رو گوش میدین. دکتر زاتوره، استاد عصب شناسی دانشگاه مکگیل کانادا، میخواست ببینه وقتی که ما داریم یک آهنگی که خیلی دوست داریم رو گوش میدیم دوپامین بیشتری هم به همون نسبتی که اون آهنگ رو بیشتر دوست داریم توی مغزمون آزاد میشه یا نه. و میتونیم مثلا یک کالکسی تصور بکنیم که مثلا بعد مدتی آهنگی پیدا کردیم که خیلی دوست دارین و اصطلاحاً کلا فقط قفلی زدین رو همون آهنگه، بعد کلا رو ریپیته، مثلا مثل دارو هم مصرفش میکنه. مثلا بعد نهار 3 بار گوش میدم، بعد مثلا بعد از قهوه یا چای بعد از اون مثلا 5 بار دیگه گوش میدم، آخر شب مثلا 6 بار گوش میدم. دائما همون آهنگ رو دارین تکرار میکنین و حالا که این آهنگ رو دوست دارین حاضرین براش هزینه هم بکنین و اگر که حاضر باشین براش هزینه بکنین چقدر حاضرین هزینه بکنین. دکتر زاتوره هم همین کار رو انجام داد. به افراد میگفتش که خب این چند تا آهنگ رو گوش بدین و بعدش میپرسید خب حاضری برای هر آهنگ چقدر پول بدی. مثلا اگه آهنگ مثلا بد نبود 50 سنت، بعد یکم بهتر میشد $1. اگه خیلی اون فرد آهنگر دوست می‌داشت مثلا میگفتش که من حاضرم $2 برای این پول بدم، یعنی مثلا 200,000 تومان برای آهنگ پول بدی. و بعد از این ماجرا این آهنگا رو براشون دوباره میذاشت و همزمان از مغزشون اسکن اف‌آم‌آرآی میگرفت که اسکن اف‌آم‌آرآی یک روشیه که باهاش یک اسکنی که باهاش میتونی فعالیت بخش‌های مختلف مغز رو ببینی و وقتی که اون فرد داره اون آهنگی که بیشتر از همه دوست داشت و حاضر بود بیشتر از همه براش هزینه بکنه رو گوش میده، فعالیت بخش‌هایی از مغزش که حس لذت رو ایجاد میکنن بیشتر میشه. بخشایی که مدارهای دوپامینی مغزمون یا اصطلاحاً دوپامینرژیک مغزمون رو میسازن که 2 تا از این بخش‌ها میشن استرایتوم که باز هم خیلی مهمه توی مدارهای دوپامینی و مدار هم مدار عصبی مغز هم این میتونیم تصور بکنیم که چند تا سلول عصبی کنار هم جمع میشن تا یک فعالیت به خصوصی رو انجام بدن و توی این ماجرا مدارهای دوپامینی ما داریم و استرایتوم و نوکلیوس اکامبنس 2 تا از بخش‌های مهمی توی مغزمونن که وقتی داریم اون آهنگی که خیلی دوست داریم رو گوش میدیم فعالیتشون بیشتر میشه و همچنین دوپامین بیشتری هم همزمان داره توی مغزمون آزاد میشه. چیز باحالی که تو این تحقیق دکتر زاتوره وجود داره اینه که یک سبک موسیقی و یک سلیقه موسیقی خاص نیستش که دوپامین بیشتری رو توی مغزمون آزاد بکنه و بیشتر مهمه که ما سلیقه موسیقیمون چی باشه و برای آزاد شدن بیشتر دوپامین باید یک آهنگی تو همون سبک و سلیقه رو گوش بدیم. حالا ممکنه سلیقه‌مون قطعه سمن بویان استاد محمد رضا شجریان باشه، خاطرات تو سیروان خسروی باشه، اما تو نیستی کینگرام باشه یا کی از پوبون باشه. دیگه سعی کردم تقریبا همین سلیقه رو پوشش بدم. هر کدوم از این آهنگایی که دوست داشته باشین رو گوش بدین فعالیت اون بخش استرایتوم و نوکلیوس اکامبنس بیشتر میشه و بعد در نهایت هم دوپامین بیشتر توی مغزمون آزاد میشه. یک مولکول مهم دیگه‌ای که توی اصطلاحاً کوکتل مولکولایی که احساسای فوق‌العاده‌ای که ما موقع گوش دادن به موسیقی تجربه می‌کنیم رو میسازه مولکولیه به اسم سروتونین که اون هم یک نوع انتقال دهنده عصبی محسوب میشه و توی یک تحقیق یک کار خیلی باحال انجام دادن. برای موشا چند قطعه موسیقی از موزارت گذاشتن و متاسفانه با اسپیکر براشون این موزارت ها رو گذاشتن به جای اینکه مثلا از این هدفون کوچولو تصور کنید گذاشته باشن روی گوشه موشا. براشون موزارت گذاشتن و فهمیده بودن که مقدار سروتونین مغزشون تا 30% بیشتر میشه و همچنین مقدار دوپامین مغزشون تا 24.1% 25% بیشتر میشه و فرض کنیم که این موشه اصلا شاید موزارت دوست نداشته باشه
و مثلا شاید یک سبک دیگه موسیقی دوست داشته باشه، ولی باز هم این مقادیر افزایش دوپامین و سروتونین رو تو مغزش میتونستیم ببینیم. تا اینجا در مورد این صحبت کردیم که موسیقی چجوری روی مغزمون اثر میذاره و اینکه چه بخشی از مغزمون رو فعال میکنه، اون چند تا مولکول اصلی که اون بیشتر حداقل احساسات تجربه موسیقی رو میسازن چی هن؟ حالا میخوایم در مورد راهکارهای مختلفی صحبت بکنیم که موسیقی به عنوان یک روش درمانی برای اختلال افسردگی میتونه استفاده بشه. دلیل اینکه میخوایم اثر موسیقی رو روی بهبود اختلال افسردگی بررسی بکنیم اینه که دقیق ترین و معتبرترین تحقیقی که مربوط به آمار افسردگی توی ایران منتشر شده، توی ژورنال علمی فرانتیرز منتشر شده بود، آمار افسردگی ایران رو بین 6 تا 73% گزارش داده بود. و کلا اول اینش که فاجعه آماری رو به طور کاملی ماجرا میتونیم ببینیم و برای اینکه ببینین 6 یا 73 نیازی نیستش که مثلا تحقیق علمی خاصی باشه یا اینکه جامعه آماری دقیقی باشه. فقط کافیه که به حال احوال دوستاتون نگاه بکنین یا اینکه مثلا وقتی که سوار مترو میشین، مثلا خط 2 صادقیه، فقط به چهره‌های افراد نگاه بکنین. هیچ جامعه آماری نیاز نداره، هیچ تحقیق علمی نیاز نداره، فقط میتونین بفهمین که 6 یا 73. جوری که موسیقی میتونه باعث بهبود اختلال افسردگی بشه و تقریبا بیشتر عملکردش رو از این طریق انجام میده، با استفاده از تغییر مقادیر همون دوتا مولکول یا انتقال دهنده عصبی که با هم صحبت کردیم، یعنی سروتونین و دوپامین. و یه چیز جالب که قرص‌های ضد افسردگی یا SSRI که مخفف Selective Serotonin Reuptake Inhibitor ها هم، اونها هم مقادیر سروتونین رو بیشتر میکنن و اون داروهای ضد افسردگی هم باعث بهبود علائم اختلال افسردگی میشن. و یک چیزی اینجا من تو پرانتز بگم اینه که تو چند سال گذشته که نسبتاً این ماجرا رو جدید فهمیدن دانشمند علوم اعصاب، جوری که داروهای ضد افسردگی میتونن باعث بهبود اختلال افسردگی بشن متفاوت شده و ماجرای این که مثلا مقادیر سروتونین توی اختلال افسردگی کاهش پیدا میکنه یکم دچار مثلا تغییرات شده. فقط اینو توی پرانتز یادتون باشه. اگر ما اصالحاً موزیک تراپی یا موسیقی درمانی رو برای یک نفر انجام بدیم که میشه مثلا یک موسیقی سبک خاص که معمولاً یا از این موسیقی آرامش بخش استفاده میشه توی تحقیقات، یا مثلا موسیقی‌های کلاسیک مثلا موزارت و باخ و اینها، برای فرد بذاریم، علائم اختلال افسردگیش به شدت خیلی قابل توجهی بهتر میشه و انقدر آمارش قابل توجه بود که تو نتیجه تحقیق هم میگفتن که چقدر واقعا میتونه مؤثر باشه موسیقی به عنوان یک راهکار درمانی در کنار اون راهکارهایی که اون فرد متخصص مثلا روانپزشک یا روانشناس داره پیش میبره. توی یک تحقیق دیگه که نتیجهش توی ژورنال علمی سل منتشر شده بود و ژورنال علمی سل هم میتونید تصور بکنیم که نهایت دقت و کالیبر علمی رو داره و اگر که مثلا یک کارگردان گلدن گلوب رو میبره، معادلش بر یک دانشمند این میشه که نتیجه تحقیقش توی همین ژورنال سل منتشر بشه. میخواستم ببینن که چه نوع موسیقی برای بهبودی اختلال افسردگی بیشتر از همه مؤثره و کاری که انجام دادن این بود که انواع مختلف موسیقی، مثلا فرض بکنید که چه برای اون موشا موزارت گذاشتن رو تصور بکنین، یا اینکه ما بیایم از این آهنگایی هستش که صدای مثلا جریان آب و بارونه و یک پیانو آرومی هم میزنه. می‌خواستم ببینن چه آهنگایی بیشتر از همه برای بهبود اختلال افسردگی مؤثره. قبل از اینکه نتیجه اون تحقیق رو بگیم، بعد در مورد این صحبت بکنیم که خیلی از افرادی که دچار اختلال افسردگی میشن یا از نظر آماری 50% از این افراد هیچ روش درمانی رایجی، حالا ممکنه که روشی باشه مثل قرص‌های ضد افسردگی یا راهکارهایی که فرد متخصص مثل روانشناس و روانپزشک پیش میبره، روی 50% از افرادی که مبتلان به اختلال افسردگی جواب نمیده و اصطلاحاً میگن treatment resistant depression. و
این افراد که هیچ راهکار درمانی حتی قرص‌های ضد افسردگی دیگه روشون جواب نمیداد، گوش دادن به موسیقی حالشون رو بهتر میکرد و گوش دادن به اون آهنگایی که خودشون دوست داشتن حالشون رو بهتر میکرد. پس این بخشش خیلی مهمه. کسایی که روش‌های رایج درمان افسردگی روشون تأثیری نداشت، حتی داروهای ضد افسردگی، گوش دادن به موسیقی حالشون رو بهتر میکرد. و یک چیز باحال دیگه‌ای که تو این تحقیق فهمیده بودن این بود که اون آهنگی که فرد گوش میده مهم نبود که شاد باشه یا غم انگیز، مهم اینه که چقدر اون آهنگ از اون آهنگ لذت ببره اون لحظه. و مثلا میتونید یک نفر تصور بکنین که شاید مبتلا باشه به اختلال افسردگی و حال روحیش خوب نباشه، بعد همزمان داره اون آهنگ نبستم به کستل، نبسته کس به من دل گوش میده. با خودت میگی که مثلا ایده خوبیه که الان توی با این وضع داری این آهنگ رو گوش میدی، ولی خب طبق این تحقیق میدونیم که چون داره لذت میبره از اون آهنگ، حتی با اینکه اون آهنگ غم انگیزه، میتونه حال روحیش رو بهتر بکنه. یه چیزی که من نمیتونم جلوی خودم بگیرم و نگم، تو این شعر آهنگ هوای گریه به طور کامل سبک دلبستگی یا اصطلاحاً اتچمنت استایل دورگریز یا اجتنابی avoidance دیده میشه. چون یک بخشش میگه زمان هرا که او دور، چو دل به سینه نزدیک، به من هران که نزدیک، از او جدا جدا من. و یک قسمت هم قبلا در مورد سبکای دلبستگی ما ضبط کردیم که اگه خواستی میتونی نگاه بکنی. حالا این آثار معرکه موسیقی مخصوصا توی بهبود اختلال مثل افسردگی چقدر فرق میکنه وقتی که ما داریم یک قطعه موسیقی زنده گوش میدیم، مثلا رفتیم کنسرت، یا وقتی که داریم با هدفون آهنگ گوش میدیم. و دکتر فاغان هولتز توی دانشگاه زوریخ یک تحقیق باحال انجام داد برای اینکه تفاوت موسیقی ضبط شده با موسیقی زنده رو ببینه و فهمید همه این اتفاقایی که ما تا الان در موردش صحبت کردیم شدتش توی موسیقی زنده بیشتر میشه و حتی یک بخش هایی از مغز که توی وضعیت موسیقی ضبط شده فعالیتی نشون نمیدن توی موسیقی زنده فعال میشن. و حالا خود تجربه خودتون هم میتونید در نظر بگیرید، مثلا رفته باشین کنسرت سیروان خسروی یا همایون شجریان، چقدر اون تجربه متفاوته با زمانی که دقیقاً دارین همون قطعه رو به صورت ضبط شده با هدفونتون گوش میدین. طبیعتاً خیلی متفاوته. دکتر زاتوره استاد عصب شناسی دانشگاه مگیل میگفت که موسیقی خیلی چیز عجیبیه، چون یک بخش‌هایی از مغز رو فعال میکنه که ما فقط توی فعالیت‌های ضروری گونه انسان میبینیم، مثل غذا خوردن. و خیلی عجیبه که مادر طبیعت یک همچین سیستمی رو گذاشته برای تجربه کردن موسیقی. ولی خب نکته مثبتش اینه که میتونین اون آهنگی که دوست دارین رو گوش بدین و به خاطر همین ماجرا یک احساسای خیلی فوق‌العاده‌ای هم تجربه بکنین. یک نقل قولی استاد محمد رضا شجریان دارن که خیلی مرتبط با همه این آثار مثبت موسیقی که یاد گرفتیم. میگن که موسیقی آوای برخواسته از نهاد هر سرزمینی است. موسیقی گوهر همزاد هر انسانی است. مردم هر سرزمینی با موسیقیشون به دنیا میان و با موسیقیشون میمیرن. خب خیلی ممنونم که گوش دادین و تو قسمت بعدی میبینمتون.